ویروس نیوکاسل یک بیماری بسیار واگیردار در طیور است که در مرغ‌های گوشتی می‌تواند از خفیف تا بسیار شدید و کشنده باشد. شدت علائم به سویه ویروس و وضعیت ایمنی مرغداری بستگی دارد. علائم تنفسی: خسخس و صدای غیر طبیعی هنگام تنفس، نفس زدن و بازماندن منقار، ترشحات بینی و چشم، سرفه و عطسه. علائم عصبی: پیچ‌خوردگی گردن، فلجی بال یا پا، لرزش و عدم تعادل، چرخیدن به دور خود. علائم گوارشی: اسهال سبز یا سبز مایل به زرد، کاهش اشتها، لاغری سریع. علائم عمومی: بیحالی و کاهش تحرک، پرهای ژولیده، کاهش رشد در مرغ‌های گوشتی، تلفات ناگهانی و بالا در موارد شدید ممکن است تا 100% برسد. نکته مهم: نیوکاسل با بیماری‌های مثل آنفولانزای پرندگان شباهت دارد. در صورت مشاهده علائم سریعاً دکتر خود را در جریان بگذارید. قرنطینه را رعایت کنید. از ورود و خروج غیر ضروری جلوگیری کنید.